آقای سید ابراهیم رئیسی حائز مقام اول و از طرف مردم عزیزمان امانتدار دستگاه اجرایی و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند. انتخاب رئیسی برای ما برای بچه‌های گینس یه چالش بزرگ محسوب میشه. یعنی ما خودمون موندیم که این بابا رو به عنوان چیچی‌ترین رئیس جمهور تاریخ باید معرفی کنیم. بگیم بی‌سوادترین، بگیم جنایتکارترین، بگیم مشنگترین، بگیم گاگولترین، بگیم چیچی‌ترین. والا من سال‌هاست که توی کار بازیگری هستم، اما هنرپیشه‌ای به خنگولی این رئیسی ندیدم. خیلی مصنوعی بازی میکنه. طرف عمریه که تو کار قتل و کشت و کشتار بوده، بعد میخواد نقش یک عموی مهربون رو بازی کنه. این کار سختیه که مارلون براندون هم از پسش بر نیومد، چه برسه به آبرام دراکولا. رئیسی تمام تصورات من درباره ریاست جمهوری رو به هم ریخت. من کلی سخنرانی کردم، کنگره رفتم، درس خوندم، بابای خودم رو در آوردم. منظورم گوشه پدر نیست، دارم همینجوری میگم تا بتونم 4 تا رأی جمع کنم رئیس جمهور بشم. اما این رئیسی با یه رأی خامنه‌ای راه چندین ساله منو یه شب رفت. کاش منم یکی رو مثل خامنه‌ای داشتم، کارمو ساده میکرد. رئیس جمهور شدن رئیسی خیلی من رو به زندگی امیدوار کرد. آخه من تو قد و غارت انگشت کوچیکه رئیسی هم نمیشم. وقتی اون تونست رئیس جمهور بشه، پس من هم میتونم. الان همه نوچه هام که این دور و بر هستن اصرار میکنن که خیز ریاست جمهوری رو بردارن.